روزخوان اشکاور. گویا گریاندن مخاطبین برای شیعیان تبدیل به یک مهارت شده که هر آخوند و روزخوانی برای موفق شدن هرچی بیشتر در آن عنان سخن را رها کرده و هر مزخرفی بر زبان جاری می سازد. مهم این است که مردم بیخبر از تعالیم انسانساز اسلام برای لحظاتی متأثر از این روزخوان اشک ریخته و نوعی اعتبار به وی ببخشند. هر که بیشتر بگریاند بیشتر دستمزد میگیرد. از جمله این روزخوانان شخصی است که در این کلیپ با هم میبینیم. هر کی تو تاریخ کارش گیر کرد یا علی گفت هر کی باور کنین. شما نگاه کنید، هم روایات هست هم داده های تاریخی. نوح یا علی گفت کشتیش آرام گرفت، ابراهیم یا علی گفت آتیش نجات پیدا کرد، اسماعیل یا علی گفت نمیدونم خدا چی مقدر کرد، بیبی ما یا علی گفت سیلی خورد، یا علی گفت لگدش زد. یکی از روزخوان اشکاور بپرسد: 1. این داده های تاریخی مبنی بر توسل انبیا به علی ابن ابی طالب رضی الله عنه را از کجا آورده اید؟ از مجمع الخرافات کلینی یا مجلسی؟ 2. مگر فاطمه رضی الله عنها خودش معصوم نیست؟ پس چگونه متوسل به علی می شود؟ 3. علی رضی الله عنه که نتوانست از فاطمه رضی الله عنها در مقابل یک سیلی دفاع کند، چطور میتواند حاجت دیگران را روا کند؟ 4. این یا علی گفتن که به درد فاطمه همسرش نخورد به درد چه کسی میخورد؟ 5. نسبت شرک دادن به انبیا که ائمه توحید بودند با کدامین عقل و خرد میسازد؟